امروز در مورد کسی گپ میزنم که خودم محروم هستم از وجودش. ای جوان، وجود پدرت را غنیمت بشمار که روزی خواهد آمد که دیگر او را نخواهید دید و آرزو میکنید که کاش که یک بار صدای پدرت را میشنیدید، کاش که لحظاتی را با او نشستید، آرزو میکنید که کاش که پدر جانت را یک بار به خواب میدیدید. و الان پدر در خانه هست همراه شما. والله که آرزو خواهید کرد که کاش که پدرم در خوابم می آمد یک بار، کاش که مادرم یک بار در خواب می دیدم. آرزوی دیدنش را به خواب دارید. والله هیچ پشیمانی مانند آن پشیمانی نخواهد بود که پدر یا مادرت را در قبر بمانید و او لحظه افسوس و حسرت آغاز می شود. لحظه افسوس، لحظه حسرت آغاز می شود، لحظه ای که پدرت را در قبر می مانید. چون آن دو پدر و مادر دروازه‌ای بودند از سوی بهشت که در خانه تو باز شده بود و الان این دروازه بسته شد. الان این دروازه بسته شد، دروازه‌ای که منتهی می شد به بهشت، به جنت. او دروازه مادر است، او دروازه پدر است و یکی از آنها را که از دست می دهید معنایش این است که یکی از این دروازه ها بسته شد. توصیه می کنم تا زمانی که پدر و مادر زنده باشند از این دو دروازه جوانان خود را به بهشت برسانید. فرمود رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. سبحان الله، رضایت پروردگار چه کسی میگوید؟ محمد رسول الله. رضایت پروردگار در رضایت پدر است، خشم پروردگار در خشم پدر است. در مورد پدرتان از خدا بترسید، با خبر بترس از آن وقت که پدرت در حالی از دنیا برود که از تو ناراض باشد، از اینکه چشمان پدرت پر از اشک شود به خاطر رفتارت، به خاطر گفتارت، به خاطر حرکات ناملائم و ناشایسته توی فرزند. بدان ای اولاد، بدان ای فرزند، هنگامی که صدایت را بر بالای پدرت بلند می کنید در واقع او را کشتید بدون چاقو. فرمود ان حضرت صلی الله علیه و سلم لعن الله من لعن والده. لعنت خدا باد بر کسی که پدرش را لعنت بکند. در مقابل پدرت ادب داشته باش. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روزی از روزها دو نفر را دیدن که راه می رفتنی. ظاهرا یکی کلانتر بود، یکی خردتر به نظر می رسید. از یکی از آنها پرسان کرد که این با شما چه نسبتی دارد؟ او فرمود هذا ابی، این پدر من هست. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه سه توصیه می کند. فرمود وقتی که پدرت هست فلا تمشی امامه، پس از پیش روی او حرکت نکن، پیشا پیش او راه نرو. دوم اینکه ولا تجلس قبله، قبل از پدرت منشین تا پدرت ننشسته باشد. سوم ولا تخاطبه باسمه، نام پدرت را به زبان نیاور.